خب سلام. دستگاه 11 اولترایی داریم که مشکل باتری داره. میذاریمش روی سپراتور تا در پشتش گرم بشه و با تیغ و به کمک تینر سعی میکنیم که در پشت رو یک مقدار شل کنیم تا بتونیم اون ورقه‌ای که باعث میشه در پشت رو ما جدا کنیم راهش باز بشه تا بتونیم که اون ورقه رو داخل جا کنیم. همونطور که تو تصویر میبینید به کمک تینر در پشت رو کامل جدا میکنم و بعد از جدا کردن درب پشت، چون که روی درب پشت این دستگاه یک LCD دیگه ای هم وجود داره، بعد از باز کردن پیچ ها به کمک یک شی پلاستیکی این LCD و درب پشت رو جدا میکنم از دستگاه. شیلد پلاستیکی و فلزی که روی برد دستگاه هست رو جدا میکنم. فلت های باتری و LCD و مین رو از دستگاه جدا میکنم و شروع میکنم به تعویض کردن باتری جدید و با باتری قدیمی عوض میکنم و فلت ها رو میبندم، شیلد پلاستیکی رو سر جاش میبندم، پیچ ها رو میبندم و LCD هم که جا زدم. یک کار دیگه که میکنم من معمولا به کمک فرز و یه سری نرم چسبای قبلی که روی فریم گوشی بوده رو پاک میکنم که بتونم به راحتی در پشت و سر جاش ببندم. اینم از اتمام کار.